می‌کند. آژانس امور انسان‌دوستانه سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت که مردم در اثر سوختن مردند و فجایع باید پایان یابد، در حالی که سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید این تصاویر را عمیقاً ناراحت کننده خواند. سخنگوی این شورا به شبکه CBS آمریکا گفت: این عکس‌ها و ویدیوها از آنچه به نظر می‌رسد غیرنظامیان آواره باشد که بعد از حمله هوایی اسرائیل زنده می‌سوزند، عمیقاً ناراحت کننده است و ما نگرانی خود را با دولت اسرائیل در میان گذاشته‌ایم. اسرائیل مسئولیت دارد برای پرهیز از کشته و مجروح شدن غیرنظامیان بیشتر تلاش کند و آنچه اینجا اتفاق افتاد وحشتناک است. حتی اگر حماس در تلاشی برای استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی در نزدیکی بیمارستان فعالیت می‌کرد. شاهدان عینی گفتند که حمله در حدود ساعت 1:15 صبح دوشنبه به وقت محلی، ساعت 20:15 یکشنبه به وقت گرینویچ روی داد. هبه مادری که در یک چادر پشت ساختمان زندگی می‌کرد، به یک خبرنگار آزاد که برای BBC کار می‌کند گفت که با صدای انفجارها و آتش‌سوزی‌ها در اطراف چادرها بیدار شد. او گفت: همه طرف انفجارهایی بود و ما شوکه بودیم که آیا این گاز است یا سلاح. او افزود: این یکی از بدترین صحنه‌هایی است که شاهد آن بودیم و پشت سرگذشت‌هایم ما هرگز ویرانی مثل این ندیده بودیم. سخت است، خیلی سخت. عطیه درویش، عکاسی که برخی از ویدیوهای تصدیق شده را ضبط کرده است، به BBC گفت که یک شوک بزرگ بود و او هنگام مشاهده مردمی که می‌سوزند قادر نبود کاری کند. او گفت: به شدت درمانده شده بودم. یاسر عبدالحمید ظاهر که او هم در مجتمع بیمارستان زندگی می‌کند به BBC گفت: ما آنقدر آدم‌های زیادی را دیدیم که می‌سوزند که احساس کردیم ممکن است ما هم مثل آنها بسوزیم. پسر او و عروسش و فرزندان آنها در میان مجروحان هستند. نوه 11 ساله او لینا که ترکش در دستش نشسته و پایش زخمی است گفت که صدای فریاد مردم را شنید. او گفت: دختر همسایه ما از سر زخمی شد و پدرش کشته شد.